حالا میخوام یه نکته مهم بهتون بگم. اونایی که میرن سراغ دعا نویسا که یه دعایی کنه، یه چیزی بده که فلان دختر از شوهرش جدا بشه، فلان پسر از همسرش سرد بشه، این عامل نابودی یک زندگی، این اسمش دعا نیست، سحر است. دعا هیچ وقت زندگی های مردم رو نابود نمی کنه. خانم اگر میخواین برید دنبال این که یک کسی به دادتون برسد، به دعا نویس مراجعه کنید یا به یک کسی که عابد است دعاتون کنه. خدا رحمت کند آیت الله سید جواد حیدری را، نفس او حق بود. آیا سید علیرضای حیدری نفسش حق است؟ و بقیه علماتون، اون عالم بزرگواری که در مسجد میرچماق نماز میخونن، استخاره هاشونم ردخور ندارد، حضرت آیت الله علاقمند، به این بزرگوار بگید دعاتون کنه نفسش حقی؟ آقای آیت الله علاقمند مثلا بگو دخترم با شوهرش یه مقداری سرد شدن، یه دعا کنید اینا زندگیشون بشه. اگر دعا باشه زندگی گرم میشه، اما کسی دنبال اختلاف باشه و جدایی، هیچ دعایی برای جدایی نداریم. اگر جدا شدن دعا نابودشون نکرده است، سحر اومده زندگیشون نابود کرده. میفهمید چی میگم؟ پیغمبر میگه لا یهلک مع الدعاء احد. اهل بیت راه نابودی و انفصال و جدایی رو یاد شما نمیدن. اهل بیت آمدن دلا رو به هم گره بزنن. اهل بیت آمدن دخترای ما خوشبخت بشن، زنای ما در زندگی احساس آرامش بکنن. اینا اومدن زندگی رو جوش بدن، نیومدن دو نفر از هم جدا بکنن. پیش ساحر نرید، پیش رمال نرید، پیش به اصطلاح دعا نویس نرید. دیگه این نامرد دعا می نوشت، دخترت بدبخت نمیشد، پسرت از زنش جدا نمیشد، دوتا عزیز از هم جدا نمیشدن. پیغمبر به صراحت داره میگه احدی تا حالا با دعا به نابودی و هلاکت نرسیده؟ اما خانومی که بچت صداش میاد میشه یه سال بکنم چند هزار نفر رو سراغ دارید که با سحر نابود شدن، با رمالی بیچاره شدن، با رجوع به جنگیرا بدبخت شدن، با فال نخود و فال قهوه و فال پاسور و فال گنجیشک و فال فلان در به در شدن. مفاتیح رو ول کردی دنبال ساحر و جادوگر میری؟ الدعا مخ العباده. افزعوا الی الله فی حوائجکم. مگه نمیگی من گله به کارم افتاده؟ مگه نمیگی حاجت دارم؟ مگه نمیگی من دم دریا میرم خوش میشه، سر هر چشم رفتم خوش میشه؟ مگه نمیگی من دست به طلا بذارم خاکستر میشه؟ افزعوا الی الله، نه افزعوا الی رمالا. برو در خونه خدا حوایج تو بگو. بشر دو پای تمام محتاج شکاری میتونه بر تو بکنه که کوری عصا کش کوره دگر شود. برو در خونه خدا. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها
ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یه برگ بدون اذن خدا پایین نمیاد. در خونه کی میری؟ رو به قبله بشین، یه وقتی بگذار برای مناجاته. موبایل دو روزی 2 بار شارژ میکنی، خودتو سالی 3 شب احیا، اونم 1 ربع، اونم اگه حواست باشه، اونم اگه سیم بس باشه، اونم با 10 تا شرط.